مردم کوهستان قرقیزستان با شرایط وزنین، هوای سرد و رودهای یخزده تاب می‌آورند، زیرا چنین شرایط برای پرورش قوطاس بهترین به شمار می‌رود. قوطاس هوای سرد را دوست می‌دارد. از این رو ما در فصل تابستان به کوه‌ها می‌براییم. زمستان کمی به پایین‌تر می‌فراییم. ولی طور گفتم زمستان ما از پس آنها می‌رویم. فعلا ما در بلندی 3250 متر قرار داریم. سویونبک تونقطرов با همسرش گلنوره بایباسینова حیات خود را پرره به پرورش قوطاس وابسته کردند. در برابر گوشت، پشم و شیر، حتی تپک قوطاس برای پیشبرد حیات در کوهستان ضرور است. تپک قوطاس از انگشت دیده قوی تر است. ما تمام سال تپک قوطاس را برای گرم نگه داشتن خانه استفاده میبریم. تپک خیلی زیاد ضرور می شود. در همین حال وابستگی چارواپروران قرقیز از وابستگی چارواپروران دیگر قوم و ملت ها فرق دارد. مثلا حیات چارواپروران کوچمنچی روسیه، نینتس ها و یاقوت ها را بیرون از پاده نمیتوان تصور کرد. فرهنگ و عبادت این قوم ها به پرورش چاروا پیوسته است. اما قرقیز ها از این حال بیرون هستند. تونقطرov و همسرش کارگر شرکت خصوصی قرگا می باشند که به پرورش و استحصال مواد کشاورزی مشغول است. من فعلا با پرورش 250 قوطاس مشغول می باشم. برای پرورش هر یک قوطاس من 70 سوم و یا $1 به دست می آورم. من با یاورم هر ماه 1000 سوم معاش میدم که با $150 برابر است. خودم ماهی تا 3000 سوم کسب میکنم که با $420 برابر بوده. برای پیشبرد روزگار کافی است. برای یک جمهوری سابق شوروی که با کمبود جای کار مواجه بوده، مردم زیادش برای روزگذرانی به مهاجرت می روند، پرورش قوطاس کار خوب به شمار می روند. رئیس شرکت هم باور دارد که تقاضا به گوشت قوطاس افزایش خواهد یافت. قوطاس در طبیعت پاک به سر میبرد و از این رو گوشتش پاکترین به حساب می رود. تقاضا به گوشت قوطاس روز به روز افزایش می یابد. در مغازه های قرقیزستان 1 کیلوگرم گوشت قوطاس به مبلغ 280 سوم یا خود $4 آمریکایی به فروش می رود.